هستین، برکات خداوند قدوس با تک تک شما باشه و خداوند آشتی خودش رو بهتون بده در نام عیسی مسیح. آمین. امروز هم عزیزان با هم دیگه از کلام خداوند تثنیه آیاتی رو با هم میخونیم تا ببینیم کلام خداوند امروز چه برکتی رو برای ماها داره. از تثنیه باب 28 با هم خواهیم خوند، ولی قبل از این که شروع به خوندن بکنیم میخوام یک توضیحات کوچیکی رو راجع به همین قسمت که با هم میخوایم بخونیم رو بدم. باب 28 تثنیه راجع به برکت‌هایی صحبت میکنه که موسی داره به قوم میگه که توی باب 27 آیه 9 و 10 موسی داره صحبت میکنه و به ملت میگه، به قوم میگه پس موسی و لاویان کهنه تمامی اسرائیل را خطاب کرده گفتند ای اسرائیل خاموش باش و بشنو، امروز قوم یهوه خدایت شدی. اگر آواز یهوه خدایت را بشنو و اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم به جا آر. آمین. اینجا می‌بینیم که موسی داره فرایضی رو به قوم میده، به قوم اسرائیل. آیا منظور از این قوم اسرائیلی که هست کلام داره میگه، آیا منظور همون قوم یهوده، همون قوم شامل اونا میشه این فرایض، و یا شامل من و شمای ایماندار هم میشه این فرایض و این فرامین؟ مطمئناً شامل حال من و شما هم هستش، چرا که کلام خداوند به ما میگه که شما هم اسرائیل خداوند هستید. و خود هم کلمه اسرائیل از کجا اومده؟ کلمه اسرائیل به یعقوب، خداوند به یعقوب میگه که از توی پیدایش اگر اشتباه نکنم باب 32 به یعقوب میگه که از امروز تو یعقوب نیستی و اسرائیل هستی، اسرائیل خوانده خواهی شد. و قوم خداوند همون اسرائیل که از تمام نوه ابراهیم و یعقوب رو کلام اسرائیل یا قوم اسرائیل خطاب میکنه. و ما هم امروز که ایمان آوردیم از طریق عیسی مسیح نوه های ابراهیم و یعقوب شدیم و ماها هم جزو همین قوم اسرائیل هستیم. و یا توی عهد جدید اگر نگاه بکنیم عزیزان، توی غلاطیان باب 6 آیه 16 کلام ماها رو چی خطاب میکنه؟ و آنانی که بدین قانون رفتار میکنند سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خداوند، من و شما که توی عهد جدید به ما هم میگه اسرائیل خداوند. ایماندارا امروز اسرائیل خداوند هستن، برگزیده های خداوند هستن، انتخاب شده از طرف خداوند هستن. آمین. و همین قوم اسرائیل در سال 1947 دوباره جمع شدن و طبق همون وعده و کلامی که خداوند بهشون داده بود، زمین خودشون رو، اون زمینی که بهشون داده بود رو اونجا جمع شدن، دوباره آباد کردن و اورشلیم هم یکی از شهرهای مقدس و یکی از شهرهای بزرگ و پایتخت اسرائیل هستش. این توضیحات کوچیکی بود که میخواستم راجع به این قسمتی که با هم میخونیم داده باشم. باب 28 تثنیه آیه 1: و اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو میفرمایم به جا آوری، آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد کرد. اینجا فرامینی که موسی داره به قوم میده، فرامینی که داره به ملت خودش میده، فرامینی نیست که از خودش باشه، چون کلام اینو به ما میگه که کل کتاب مقدس از الهام روح القدس هست و روح القدس داره الهام میکنه به موسی و موسی به قوم میگه و بهش میگه حواست باشه ای قوم اسرائیلی که از امروز قوم خدا شدی. خوندیم با هم تثنیه 27 آیه 9 و 10، قسمت دوم آیه 10:
ای اسرائیل خاموش باش و بشنو، امروز قوم یهوه خدایت شدیم. و من و شمایی که امروز قوم یهوه خدامون شدیم، این کلام با من و شما هم هستش. عهد عتیق تو زندگی ما هم کار میکنه و باید از کلامش، از کلام خداوند در عهد عتیق هم تو زندگیمون استفاده بکنیم. اگر کلام خدا رو بشنویم و با اون زندگی بکنیم، کلام خدا رو تو زندگیمون استفاده بکنیم ازش، برکاتی از طرف خداوند میاد تو زندگیمون که خداوند تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گرداند. این یکی از وعده های خداوند هستش و تمامی این برکت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی. در شهر مبارک و در صحرا مبارک خواهی بود. کی بعدش میاد؟ که قدوس خداوند باشه در شهر. همه بگن که این مبارک خداونده، این مقدس خداونده. توی کل شهر همه بهت بگن قدوس خداوند. پس اگر میخوای این کلام، این لقب بیاد رو سرت، این لقب شامل حالت بشه، کلام خداوند رو بشنو، گوش بده و در زندگیت استفاده بکن. و در صحرا مبارک خواهی شد. حتی در صحرا هم مبارک خواهی شد. در دشت و بیابان هم قدوس خداوند خواهی بود، مبارک خداوند خواهی شد. میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه های گاو و بره های گله تو مبارک خواهد بود. یعنی کل دارایی، کل زندگی، هر چی که داری تو زندگی، بچت، گاوت، گوسفندت، برت، همه اینا رو خداوند مقدس میکنه. بهایمی که داری به خداوند قدوسیت میده، بهشون مبارک میکنه. میوه زمین تو، میوهی که توی زمینت بار میاد. شاید بگی من زمینی ندارم، ولی توی زندگی خداوند یک زمینی بهت داده. این سفری که تویش زندگی میکنی زمینیه که توش داری زندگی میکنی. زمین کشت توی خداوند مقدسش میکنه. خداوند برکت میده بهت، خداوند مقدسش میکنه. آیه 5 سبد و ظرف خمیر تو را مبارک خواهد کرد خداوند. سبدی که باهاش وسایل جابجا میکنی مقدس خواهد بود. یعنی خداوند ببین چقدر اهمیت میده. حتی سبدی که پیش خیلی از ما شاید بی ارزش‌ترین چیزی باشه که وقتی میری خرید میکنی باهاش وسایلتو میریزی توش، میاری پرتش میکنی یه گوشه، خداوند میگه اون رو هم من برکت میدم، حتی اون هم برکت دار خواهد شد. و حتی خمیری که باهاش نون درست میکنی اون رو هم من مقدس میکنم. تو خونه نون درست نمیکنی؟ باشه، نون از نونوایی که میری بگیری. اون نونی که میاد سر سفرت خداوند مقدس میکنه، به سفرت برکت میده و سفره زندگیت مبروک میشه، مبارک میشه، مقدس میشه از طرف خداوند اگر کلامش رو بشنوی و در زندگیت به کار ببری. وقت در آمدنت مبارک و وقت بیرون رفتنت مبارک خواهد بود. وقتی از خونه میری بیرون، خداوند اون زمان و مکان رو مقدس و مبارک میکنه. و وقتی که وارد میشی به هر جایی، از سر کار میخوای خارج بشی، مبارک و مقدس اون مکان و زمان. میخوای وارد بشی برای سر کار یا بری خونه، بری تو بازار، بری هر جایی، ورود و خروج تو رو خداوند مقدس میکنه. یعنی برکت میگیره همه جا از طرف توی ایماندار. اگر خداوند کلامش رو بشنوی و تو زندگی ازش استفاده بکنی. و خداوند دشمنانت را که با تو مقاومت می نمایند از حضور تو منهزم خواهد ساخت. از یک راه بر تو خواهند آمد و از 7 راه پیش تو خواهند گریخت. شاید بگی که من هیچ دشمنی ندارم. بله، آمین، دشمنی نداریم. ولی یکی از بزرگترین دشمنان ما، آیا میدونی شیطانه؟ زمانی که ایمان میاری به عیسی قدوس، به خداوند زنده، پدر آسمانیت، یکی از بزرگترین دشمنانت
همون شیطانه که پادشاه همین دنیاست، پادشاه تاریکیه و میاد از نزدیکترین کسای تو استفاده میکنه تا اونا رو باهات دشمن بکنه، از خانواده‌ات، از نزدیکت، از قومت، فامیلت، از شهرت، از ملتت، مملکتت استفاده میکنه و با تو دشمن میکنه اینا رو. و اینا هر وقت بخوان بیان ذره‌ای به تو برسونن، ذره‌ای بهت بزنن، از یک طرف به تو هجوم میارن، ولی خداوند فرشته‌های خودشون میفرسته تا مقاومت بکنن باهاشون و از هفت طرف فرار میکنن از حضور تو، چرا که نام خداوند بر توه. خداوند خودش ازت محافظت میکنه و خداوند خودش پاسخگو هستش، خداوند خودش جواب میده به جای تو. اگر فرامین خداوند رو که امروز به تو دارم میگم بشنوی و در زندگیت به کار ببری، این موساست که به من و شما و به قوم خداوند میگه. آمین. آیه 8: خداوند در انبارهای تو و به هر چه دست خود را بر آن دراز میکنی بر تو برکت خواهد فرمود و تو را در زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد مبارک خواهد ساخت. آمین. ببین چقدر قشنگ و جالب و زیباست. به هر چیزی که دست میخوای بزنی، دستتو دراز میکنی براش، خداوند بهش برکت میده. هنوز دستت نگرفتی، دستتو براش دراز میکنی، میخوای بگیریش، برش داری، خداوند مبارکش میکنه، مقدسش میکنه از طریق توی ایماندار. اگر فرامین خداوند رو بشنوی و در زندگیت به کار ببری و زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد مبارک خواهد ساخت. زمینی که خداوند بهت داده توش داری زندگی میکنی، هر جای دنیا که هستی هدیه از طرف خداونده. خداوند اونجا رو هم مقدس میکنه، مبروک میکنه، مبارک میکنه به خاطر تو، چون توی ایماندار اونجا داری زندگی میکنی. و اگر اوامر یهوه خدای خود را نگه داری و در طریقهای او سلوک نمایی، فرامین خدا رو بشنوی، حفظش بکنی، محافظت بکنی، نگه داری، تو زندگی استفاده بکنی، اون موقع خداوند این برکات رو میده. طریقهای خدا، در طریقهای خداوند سلوک کنی، راهی که خداوند داره میره اون راه رو بری، اون کاری که خداوندمون انجام داد رو انجام بدی، اون موقع است خداوند این برکات رو بهت میده. خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گرداند، چنان که برای تو قسم خورده است. خداوند میکنه تو قوم برگزیده خود، قوم مقدس خود. خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گرداند. از تو خداوند یک قوم میسازه و یک قوم مقدس. تو، فرزندانت، خانواده‌ات، نزدیکانت، وابستگانت، بستگانت و نزدیکترین کسان و حتی تا دورترینش. خداوند همه اینها رو دور تو جمع میکنه و از تو یک قوم مقدس برای خودش میسازه و همتون رو قوم مقدس مینامه، چنان که برای تو قسم خورده، همونطور که قول داده، بهت گفته، وعده داده. چرا که خداوند از وعده های خودش بازگشت نمیکنه و وعده های خودش رو خداوند عملی میکنه. آمین. آیه 10: و جمیع امتهای زمین خواهند دید که نام خداوند بر تو خوانده شده است و از تو خواهند ترسید. یک ترس قدوس، یک ترس مقدس، نه ترسی که توی دنیاست، نه ترسی که توی جهانه. تمام قوم ها، تمام ملت ها، امت ها میبینن که اسم خداوند بر توه، میگن که این قدوس خداونده، این از طرف خداوند محافظت میشه، این برکت خداونده، خداوند مقدسش کرده. ازت میترسن که به طرفت بیان، چون نام خداوند بر توه. خداوند محافظتت میکنه و قدوس خداوند هستی، به این دلیل ازت خواهند ترسید. وگرنه ایماندارا نه شمشیری در دست داریم و نه جنگی که بخوایم ازش استفاده کنیم برای اینکه ملت ها و یا قوم ها و مردم ها ازمون بترسن، بلکه فقط نام خداوند که بر تو باشه، ملت ها و قوم ها ازت
خواهند ترسید. و خداوند تو را در میوه بطنت و ثمره بهایمت و محصول زمینت، در زمینی که خداوند برای پدرانت قسم خورده که به تو بدهد، به نیکویی افزون خواهد شد. باز هم داره میگه ثمره شکمت، بطنت، نوت، بچت، نتیجه همه رو خداوند مقدس میکنه. برکت میده به همه، به زمینی که بهت وعده داده، قسم خورده که بهت میده، به بهایم توی زمین، به همه اینها خداوند برکت میده. به زمینی که برای پدرانت قسم خورده، در همه اینها تمام برکات خداوند به فزونی خواهد شد، به زیاده خواهد شد، زیاد و زیاد و اضافه خواهد شد. و خداوند خزینه نیکوی خود، یعنی خزانه خوب خودش رو خداوند، انبار خوب خودش رو خداوند چیکار میکنه؟ و خداوند خزینه نیکوی خود، یعنی آسمان را برای تو خواهد گشود. حالا حساب بکن، خداوند انبار خودش رو، خداوند خزانه خودش رو، خداوند برکت خودش رو از آسمون داره باز میکنه تا بر سرت بریزه. برای چی؟ فقط به خاطر اینکه نام خداوند بر تو، کلامش رو میخونی و ازش استفاده میکنی، میبینی که خداوند چه برکتی داره بهت میده. تا خداوند آسمان خود را برای تو خواهد گشود تا باران زمین تو را در موسمش بباراند و تو را در جمیع اعمال دستت مبارک سازد. باران زمان خودش میباره بر سرت، بر زمینت، تا در زمان معین، در زمان خودش میوه و ثمره ای بده که برکت خداونده، تا روز به روز برکت خداوند بر زندگیت افزون بشه، زیاد بشه. دروازه های آسمون رو باز کرده برات و داره از آسمون خودش برکات رو میریزه، انبار خودش رو باز کرده، خزانه خود رو باز کرده خداوند تا برکات بر سرت بریزه. چون قدوس خداوندی، خداوند انتخابت کرده و میخواد بهت برکت بده. آمین. و تو را در جمیع اعمال دستت مبارک سازد، تا هر کاری که با دستت انجام میدی رو خداوند مقدس و مبارک بکنه، چون که کلامش رو داری میشنوی و طبق کلامش زندگی میکنی و از کلامش استفاده میکنی. عزیزم بله، آمین. و به امتهای بسیار قرض خواهی داد. به مردم قرض میدی، به امتهای بسیار، به ملتهای بسیاری قرض میدی و تو قرض نخواهی گرفت. یعنی چی؟ قرض میدی ولی قرض نمیگیری، یعنی هیچ وقت تو زندگیت هیچ مشکلی نداری، دچار هیچ مشکلی نخواهی شد، چون اونقدر داری که داری به ملتها هم قرض میدی. خداوند اونقدر بهت برکت میده که به مردم، به ملتها، به قومها برکت بدی. چرا؟ چون نام خداوند بر تو، قوم مقدس خدا هستی و کلام خداوند رو شنیدی و در زندگی به کار میبری، استفاده میکنی، در طریق خداوند، در راه خداوند داری سلوک میکنی، در راه خداوند داری راه میری. برای همین خداوند اینقدر بهت بها میده و ارزش میده. برای همینی که خداوند اینقدر مقدست میکنه. و خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم، و بلند خواهی بود فقط نه پست. آمین. و خداوند تو رو سر میکنه. سر یعنی هر چیزی که در میاد از سر ماست، از مهمترین اجزای بدن در سره، مغز، چشم، گوش، دهن، زبان. نان حیاتی که میخوریم، نان روزانه‌ای که میخوریم از همین راه دهانه که در سر هستش. یعنی خداوند میگه تو رو مهمترین جزء این دنیا قرار میدم. سر هستی نه دم، سر هستی. تو رو سر میذارم، تو رو سر انتخابت میکنم.
برای هر کاری میان از تو نظر میپرسن، برای هر حکمتی میان پیش تو، برای هر کلامی میخوان کلام تو رو بشنون، چرا که تو رو من سر قرار دادم نه دم. خداوند تو را سر خواهد ساخت و نه دم و بلند خواهی بود فقط نه پس. روز به روز خداوند تو رو بلندت میکنه. خداوند عزیزان رو بلند میکنه. خواهر برادران مقدس خداوند بلند میکنه. در دنیا در اجتماع میبینیم که همدیگر رو بلند میکنن. امروز یک نفر پادشاه، یک نفر وزیر، یک نفر وزیر، فردا نیست، سر کار خودش نمونده، یا ملت بیرونش کردن، یا از پادشاهی خلع شده، یا مردم ازش خوششون نیامده و برکنار شده. ولی در خداوند، زمانی که خداوند بزرگت میکنه، زمانی که خداوند بلندت میکنه، وعده خداوند اینه که روز به روز بزرگتر میشی، بالاتر میری، نه پایین، و روز به روز داری بلند مرتبه تر میشی. بلند خواهی بود فقط داری کلمه فقط رو به کار میبره. بلند خواهی بود فقط، مرتب داری بالا میری نه پایین، و این رو خداوند داره انجام میده. پس خداوند هم هیچ وقت نمیارتت پایین، چون که خداوند داره این کار انجام میده. اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به تو امر میفرمایم بشنوی و آنها را نگاه داشته به جا آوری، اون موقع است که میبینی برکاتش چقدر زیاده. و از همه سخنانی که من امروز به تو امر میکنم به طرف راست یا چپ میل نکنی. میگه همه این فرامینی که من بهت گفتم، همه اینا رو بهت گفتم، طرف راست و چپ نری، مستقیم همینی که بهت گفتم رو انجام بده. تا خدایان غیر را پیروی ننموده آنها رو عبادت کنی. راست و چپ نرو، مستقیم برو و خدایان دیگر رو پرستش نکن. دنبال خدایان دیگه نرو، چرا که اگر دنبال خدایان دیگه بری، اون موقع به جای برکات لعنت ها میاد در زندگیمون. اون موقع است که لعنت ها میاد در زندگیمون. و خداوند ما خداوندیه که میخواد همیشه به فرزندان خودش برکت بده، چرا که ما فرزندان خداوند هستیم و کلام خداوند رو که گوش میدیم و تو زندگیمون به کار میبریم، تمام این برکاتی که الان با هم خوندیم رو خداوند میخواد به ماها بده و تمامی این برکات میاد تو زندگیمون. این برکات رو خداوند به ماها خواهد داد. با هم دیگه دعا بکنیم. سپاسگزاریم ای پدر برای نعمات و برکاتت. سپاسگزاریم خداوند به خاطر کلام زندت که غذای روحانه ماست، غذای روح ماست. سپاسگزاریم به خاطر این ارزشی که به ماها دادی، به ما ایماندارا خداوند دادی، تا فرزندان تو بشیم، تا قوم برگزیده تو بشیم، تا این برکات رو به ماها بدی. سپاسگزاریم و میطلبم خواهران و برادران مقدسم هر کجایی که هستن، ایمانداران عزیز، کلام تو رو خداوند که میشنون ازش استفاده بکنن در زندگیشون و همه ما خداوند بتونیم در زندگیمون به کار ببریم. درست ضعیف هستیم، ضعف داریم خداوند، قبول میکنیم، خیلی وقتا میافتیم دچار اشتباهات میشیم، ولی از خودت کمک میطلبیم که دست مقدس و مبارکت به ماها کمک بکنه و ماها رو در اشتباهاتمون یاری بدیم و توبه میکنیم روی تمامی گناهانمون تا برکات تو در زندگیمون روز افزون بشه و بتونیم مایه برکت برای مردمان دیگه هم بشیم و جلال بدیم نام قدوس عیسی مسیح رو. پس میطلبم تک به تک ماها رو در آغوش خود بگیر و به ماها کمک بکن تا بتونیم راهی رو که تو رفت عیسی مسیح ماها بریم. و میطلبم در نام قدوس عیسی مسیح هفته‌ای که در پیش داریم رو مبارک و مقدس بکنیم و برکاتت هر روز بر سر تک به تک عزیزانمون باشه. در نام پدر، پسر و روح القدس طلبیدیم، در نام عیسی مقدس. آمین. برکت عیسی مسیح، آشتی خداوند با شما باشه.